ما طلبکاریم از غرب، ما مدعی غربیم در مسئله زن. اونا هستن که دارن به زن ظلم میکنن، زن رو تحقیر میکنن، جایگاه زن رو پایین میارن. گفتمان غربی در مورد زن اجزاء گوناگونی داره، لیکن دو جزء در اون برجسته است. یکی مردواره کردن زن، یک بخش دیگر هم زن را وسیله راحتی برای التزاز جنسی مرد قرار دادن. حالا التزاز چشمی یا مراحل بدتر از و بعدتر از التزاز چشمی. سیاست راهبردی اساسی بنیانی غرب بر عرضه شدن و هرزه شدن زنه. اگر فرض کنیم در یک جامعه‌ای مسئله آرایش زنان و تبرج زنان در محیط‌های عمومی محکوم بشه، جنجال بلند خواهد شد. اگر عکس نقطه مقابل او انجام بگیره، یعنی در یک جامعه‌ای عریانی زنان مطرح بشه، هیچ سر صدایی در دنیا بلند نمیشه. این نشان دهنده این است که یک فرهنگی، یک سیاستی، یک راهبردی وجود دارد که این راهبرد داره سالهای متمادی است دنبال میشه و پایش این است که این جایگاه، این شأن، این موقعیت غلط و اهانت آمیز رو برای زن تثبیت بکنن. اساساً این نگاه حاکم است، هرچه در محیط اجتماعی هرچه زن پوشش کمتری داشته باشه این مطلوب تره. توی مجلس رسمی یک مرد با لباس رسمی باید بیاد، پاپیون بزنه، یقش هم بسته باشه، آستینش هم تا اینجا باشه، اما یک خانم تو همون جلسه رسمی حتما بایستی بخش‌های مهمی از بدنش عریان باشه. توی یکی از مجلات آمریکایی یه سرمایه‌دار آمریکایی خیلی برجسته که رستوران‌های زنجیره‌ای داشت، اعلان کرده بود که استخدام میکنه دختران جوان رو، زنهای جوان رو با این خصوصیات. اینا باید حتما لباسشون، دامنشون از زانو فرم مقدار بالاتر باشه. اینا واقعا کرامت زن رو شکستن، اینا حرمت زن رو شکستن. این فرهنگ وقتی مسلط شد، خود اون زن هم نمیفهمه که شده ابزار، افتخار میکنه. این مرد سالاری است، این آزادی زن نیست، این آزادی مرد است. در حقیقت میخواهند مرد آزاد باشد، حتی برای التزاز بصری، لذا زن را تشویق میکنند به کشف حجاب، به آرایش در مقابل مرد، به تبرج در مقابل مرد. این منطق سرمایه‌داری خبیث کرامت زن رو از بین میبره و پامال میکنه. بنابراین دنیای غرب پاسخگو باید باشه. ارزش زن را تنزل دادن، به اسم طرفداری به او خیانت کردن.